أينما كنا أينما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی که ما هر روز برای شما حدیثی که متعلق به ماه رمضان و روزه است بر شما پیشکش میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اذا اقبل اللیل من ها هنا و ادبر النهار من ها هنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم. پیامبر گفتند وقتی که شب از طرف مشرق، از طرفی که آفتاب میبراید از آنجا روی آورد، وقتی که روز از طرف مغرب روانه گشت و آفتاب نشست، به تحقیق روزه شخصایی که روزه گرفتن روزه افطار بکنن. فقط افطر الصائم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که یکی از صحابگان میگویند که همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر بودیم، در حالی که ما روزه دار بودیم. وقتی که آفتاب نشست پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یا فلان، ای فلان چی، برخیز تو همان جو را با شیر آمیخته بکن، بر ما یعنی پیشنهاد بکن. سپس این شخص گفت ای رسول خدا، آفتاب هنوز هم روشنی وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند فرود بیا، بر ما چنان یعنی نوشاکی را بر ما پیشنهاد بکن. و این شخص تکرار کرد، ترسید که شاید که آفتاب ننشسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی به او میگفتند که یعنی بر ما یعنی پیشنهاد بکن این شیر و جو را آمیخته که همون آردش را آمیخته میکردن و می نوشیدن. در این حدیث دیده می شود که هر شخصی که در صحرا است وقتی که آفتاب نشست، او اگر اذان را نشنید همان زمان افطار بکند، تأخیر نکند. زیرا سنت این است که تعجیل و شتاب کند به افطار کردن، و سنت این است که هنگامی که سحر میخورد تأخیر بکند. چقدر تأخیر بکند همون قدر به سنت نزدیک میباشد. در جایی که مخالفی سنت کار کرده شد همانجا بدعت پیدا می شود. جایی که سنت فراموش شد یا که سنت نکرده شود همون جایش را بدعت میگیرد. برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم و الله میگوید شما اگر بگو ای پیامبر قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو ای پیامبر که اگر شما الله را دوست بدارید پس مرا اطاعت بکنید. اطاعت پیامبر کردن این علامت دوست داشتن الله می باشد. الله نیز آنها را دوست می دارد. برای همین پیامبر گفتند که به این شخص اذا اقبل اللیل من ها هنا، از طرف مشرق اگر شب روی آورد و از طرف مغرب روز روانه گشت، آفتاب نشست، پس همان زمان روزه‌دار افطار بکند، به ستاره برآمدنش انتظاری نکشد. از آن جای ما از آن میگویند که تا که همه برابر افطار بکنند، اما شخصایی که در صحرا است یا که در دولت‌های کفار هستند زندگی میکنند آنها از آن رو نمیشنوند، به مجرد آفتاب نشستن افطار بکنند. این بود هدیه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.